من یه نکته عرض می کنم. چرا ما فضای کشورمون رو از برنامه‌های خوب، ارشاد، هدایت، راهنمایی، تذکر پر نکنیم؟ کشورمون که در اختیار خودمون هست. من معتقدم که باید یه سیدی بسیار متین، منطقی، ارزشی وزارت ارشاد تهیه کند و در اختیار همه مردم، به ویژه مغازه‌داران و خانواده ها قرار دهد. مغازه‌دار این سیدی رو باز کنه، از اون لحظه‌ای که در مغازه رو باز میکنه این سیدی فعال بشه. تا در مغازه است این سیدی، این نوار پخش بشه. شما ببینید چه اثری خواهد گذاشت وقتی یه بدحجاب بیاد وارد بشه به یک خیابانی، خیابان فرعی و به بازار، هر جا ببینه پر شده از این فریاد که خانم حرمت خون شهدا را حفظ کن. خواهرم از حضرت صدیقه بیاموز که ارزنده ترین امر حجاب است. خواهرم جامعه رو آلوده نکن. خواهرم پوشش رو مراعات کن. مرتب این فریاد از مغازه ها بلند باشه. اگر یه نفر متعرض بشه ممکنه اوباش ها مزاحمش بشن، ولی وقتی جامعه ما پر شد، کسانی که حرمین شریفین مشرف شدن دیدن مکه و مدینه پر است از نوار صدای قرآن، پره. خب شما هم بیاید پر کنید فضا را از این ارشادها، هدایتها. من پیشنهاد میدم، توصیه میکنم که این امر رو مراعات کنید. خواهید دید در یه فرصت کوتاهی انشاءالله به خواست خدا فرهنگ ما به کلی از این وضع بدی که الان بدحجاب ها دارند تغییر کند.